پسره به صوفی گفت که اون هورته. بعد صوفی از کنار هورت رد شد و رفت پیش مسئول مدرسه و بهش گفت که اون تو مدرسه اشتباهی افتاده. مسئول بهش گفت بره عقب و به حرفاش گوش نداد. توی مدرسه خیر پریا آگتا رو انداختن توی اتاق. آگتا خواست از اونجا فرار کنه ولی رفت توی اتاق دیگه. توی اون اتاق یه زن خیلی زیبایی بود. به آگتا پیشنهاد داد که خودشو تمیز کنه بعد با هم صحبت کنن و گفت من استاد داویم و اینجام تا به تو کمک کنم. بعد استاد داوی آگتا رو گذاشت روی صندلی تا شکلش رو تغییر بده. مسابقه شمشیربازی بین دو مدرسه شروع شد و تدروس اومد. و با کمال شجاعت با بقیه بچه‌ها جنگید. صوفی شیفته تدروس شد. بعد که مسابقه تموم شد، تدروس خواست گل را به صوفی بده، اما گل روی پای آگتا افتاد. آگتا گل را برداشت و به تدروس داد. دقایقی بعد رئیس مدرسه اومد. به بچه‌ها گفت که اونها قهرمانان و شرورهای آینده هستن و باید درسشون رو خوب بخونن. همین لحظه صوفی پا شد و گفت اگه توی مدرسه اشتباه باشیم چی؟ رئیس گفت توی مدرسه خیر و شر هیچ اشتباهی وجود نداره.